اکنون دوستان عزیز بر رقابتی پهلوانی ناماشنای تاجیک عابد جیبوف توجه خواهیم کرد، جایی که در برابر هماوردش چنگ از تایپی چین هنرنمایی میکند. عابد جیبوف که در رقابت‌های گران پری داخل جمهوری بسیار ماهرانه بود. 67 بر 33 رایگیری فدراسیون جهانی جودو بر سود عابد جیبوف است. اما این رایگیری تا کجا میتواند به واقعیت بپیوندد وقت نشان خواهد داد و از رقابت هایی که پشت سر کردند عابد جیبوف در 75% پیروز شده است و در 58% باشد ورزشگری تایپی چین من یینگ چنگ پیروز شده است. با دلیل کمکاری داور در همان لحظه های اولی درگیری به هر دو شیدو داد. نتیجه شیدوها برابر است. فرصت یک زیدی حمله ماهرانه و عابد جیبوف وزری باید بگیرد یا با ایپون خیلی شباهت داشت اما وزری دادند. بسیار شروع خوب داشت در رقابت های گرند اسلم جودوی اولانباتور. عابد جیبوف هم همکنون در اصول های کار در زمین است ماهرانه عمل کرد، ولی زید حمله او از هماوردش توانست که او را رها بدهد. یک زید حمله که صورت گرفت از سوی عابد جیبوف با پیروزی کامل خیلی شباهت داشت، اما داوران وزری قضاوت کردند. به هر حال نتیجه بر سود ورزشکار ما هست. عابد جیبوف که اولین طلای فصل‌های جودوی جهانی را از گران پری دوشنبه به گردن آویخت و بعد از آن در استان قزاقستان چندان کارش برقرار نبود. همکنون در اولانباتور شروع خوب دارد. در روز اول رقابت‌های این گرند اسلم در صورت پیروزی و بله خیلی ماهرانه از کام وضع اداره حریف به تخت پوش 10 ثانیه دیگر عابد جیبوف میتواند به مرحله دوم رقابت ها برود. 8 9 10 اما ببینید در بخش کار در زمین وزری رو دادند، بالاخره وزری رو دادند، وزری عوضت ایپون. این کار رو داور باید در همان لحظه پرتوبه که از سوی عابد جیبوف صورت گرفت باید قبول میکرد، اما پهلوان کردان و با استعداد ما توانست که کاری ورزشکاری تایپی چین را در همان لحظه های اول تمام کند و به مرحله دوم برود، به جایی که با کرامت حسینوف روبرو خواهد شد. اکنون یکی دیگر از امیدهای مدال در گرند اسلم اولانباتور برای تیم ملی جودوی تاجیکستان عابد جیبوف در مرحله دوم رقابت ها با یک هماورد جدی تر روبرو می شود. ببینیم اینجا چه اتفاق می افتد. دوستان عزیز عابد جیبوف با لباس های کبود هست. پهلوان تاجیک او در برابر کرامت حسینوف ورزشگر 24 ساله آذربایجان است. در جهد اول آنچنان که دیدیم عابد پیشتاز بود، نگذاشت هیچ اتفاقی است بیفتد در بخش اصول های پرتابی. در همان جهد و تلاش با موقع دیدیم که قپیدن خوب صورت گرفت و حمله ورودی نخستین از سوی حسینوف کرامت بود. از نتیجه عمومی پیروزی ها از رقابت های پشت سر کرده عابد جیبوف نسبت به ورزشگر آذربایجان کرامت حسینوف برتر هست. بسیار خوب چنگ میزند عابد جیبوف. در همان لحظه اول قپیدن از قسمت گریبان حریف و این هم یک ورود بسیار
سریع بود، تیز ورود شد. فاتح محمدبکوف یکم افسوس خورد از اینکه اتفاق سری وقت نیفتاد، ولی در بخش اصول های کار در زمین آنچنان که میبینیم عابد هم بسیار خوب عمل کرد. فرصت بسیار خوبه بود برای عابد جیبوف. با سبب کمکاری با کرامت حسینوف یک شیدو. عابد جیبوف از نظر حرکات معمولی تاکتیکی برتر هست. فقط در بخش اصول های پرتابی از همین گونه حمله هایی که فعلا از سوی کرامت حسینوف صورت گرفت باید با احتیاط باشد. قریب بود که به نظر می رسید به دیگر بخش از ورزش های رزمی بگذارند، چنان که کرامت حسینوف به سر قریب ضربه می زد به قسمت سر سینه عابد جیبوف. پرتاب زیبای دیگر صورت گرفت از سوی عابد جیبوف و با این ترتیب اگر عابد جیبوف از این مرحله عبور کند شانسی دریافت مدال برای او خوبتر خواهد بود. ببینید چگونه در همه بخش های مبارزه حریف را قریب نفس کشی نمیمونه، به تعبیر نمیگذارد هیچ کاری بکند. عابد نیز در رقابت های گرند اسلم اولانباتور بسیار ماهرانه وانمود شد. طوفانی شروع کرد. در مرحله اول بسیار مقتدرانه در مدت 2 دقیقه و 18 ثانیه ین مینگ چنگ از تایپه چین را از صدر راه برداشت. اکنون در دور دوم رقابت ها است. یک پرتاب زیبای دیگری خودانداز به پشت از سوی عابد جیبوف قریب به امتیاز می انجامید اما امتیاز نداشت و این هم آخرین فرصت از دقیقه های معمولی بود. عابد جیبوف در برابر کرامت حسینوف و نمایش گذاشت. و گلدنسکو می رویم، جایی که در 50% از رقابت هایش در گلدنسکو عابد جیبوف پیروزی به دست آورده است. در صورتی اینجا هم پیروز شدن پس 60% خواهد شد که عابد جیبوف در رقابت های گلدنسکو پیروز می شود. عابد جیبوف از چند جهت برتر است نسبت به کرامت حسینوف. در بخش اصول های پرتابی ببینید کرامت حسینوف کاری هم کرده نمیتواند، از مربع قریب خارج می شد و این یک و شیدوی دیگر می شد و خانسوکو ماکیا. داور میزبان ینسیتیق اورانبایق از مغولستان است که این رقابت رو داوری می کند. زیدی حمله باید صورت بگیرد از سوی عابد جیبوف و با این ترتیب شاید یک بار دیگر شانس میدهم برای کرامت حسینوف. همین دست اگر کرامت حسینوف کاری کرده نتواند یا در همین فرصتی که برایش دادن کاری کرده نتواند و حرکاتی از سوی عابد جیبوف صورت بگیرد. حمله نخست اجرای اصول، اما چی؟ کمکاری با عابد جیبوف و همچنین با کرامت حسینوف که این خانسو کمک کرامت حسینوف است و پیروزی خوب عابد جیبوف بر یک حریف با اقتدارش بود و عابد جیبوف هم اکنون با مرحله 4 یک نهایی رقابت ها می رود، جایی که با میزبان
با توک روبرو خواهد شد. بازگشت دوستان عزیز با نبرد تاریخی و با قول دیگر نبرد شایسته که اینجا پیشکش ما میگردد. اینجا عابد جیبوف با رقیب میزبانش به میدان میبراید. عابد جیبوف یکی از پهلوانان محبوب ما که ما برآمد عابد جیبوف را در مسابقه های وطنی و همچنین در مسابقه های خارجی دیدیم که درخشش امسال خیلی چشم رس است. این رقابت شروع شد. حالا میان مردان تا 66 کیلو در مقابل میزبان با توک مبارزه میبرد. پهلوان مغول 27 سال دارد. از گرند اسلم هم نشان طلا، هم نقره و هم برنجی دارد. در برابر عابد جیبوف بسیار حرکت های خوب دارد. پهلوان ما با جداگی کبود گشتین میگیرد و رقیب باشد با جداگی سفید اندر میدان است. در اینجا باید حرکت های پهلوانان رو ببینید. داور مرکز در حال برای عابد جیبوف پهلوان ما شیدا نشان میدهد که این شیدا اول رقابت است. حالا باید در اینجا عابد جیبوف از این حرکت ها خود را آچمتا که رقیب را به تخته پشت آورد. عابد جیبوف پیش از مهلت طریقی آچمتا رقیب را فرش زمین آورد. آفرین. اکنون راه عابد جیبوف برای نبردهای منبعد گشاده گردید. در نبردهای نیمه نهایی عابد جیبوف گشتین میگیرد. آفرین. ما می رویم به رقابت عابد جیبوف مقابل رقیبش بایرن مونخ. عابد جیبوف دوستانی عزیز در قسمت نیمه نهایی برای برآمدن به قسمت فینالی با پهلوان امارات متحده عرب بایرن مونخ گشتین میگیرد. این بایرن مونخ پهلوان است که مغول تبار است، ولی چون بانوی که قبلا او هم مغول تبار بود ولی امارات متحده عرب را معرفی میکرد. عابد جیبوف تازه نشان طلایی گرند اسلم گرند پری دوشنبه را به گردن آویخته بود. اکنون بعد از توقف حالا میرود برای نبرد شایسته در گرند اسلم اولانباتر. هر امتیازی که عابد جیبوف به دست میآورد در راه المپی راه او را پر قوت میکند، چون که هر نفری که در این گرند اسلم خالهای این مسابقات را از خود میکند آنها 100% در کارنامه و تا بازی های المپی باقی میماند. از این خاطر هر یک نبرد پهلوانان ما در هر دور برای آنها بسیار هم امتیاز آور است. باید این را فراموش نکرد. حالا داور مرکز اولین بار برای این جفت شیدا نشان داد. هرچند بایرن مونخ مغول تبار است ولی امروز او کشور امارات متحده عرب را معرف کرده است و با جداگی کبود پهلوان عرب گشتین میگیرد و پهلوان ما باشد عابد جیبوف حالا جداگی سفید دارد. در راه برآمدن به قسمت فینالی این جفت مبارزه برابر میکنند. در اولین حالتهای داشتن یکدیگر هر دو قریب که فعال هستند و کسی از دیگر حالا امتیازی بلند نگرفته است. برابری رقابت ها رو میبینیم. در اینجا عابد جیبوف میخواهد که هر لحظه زمین کار کند و امتیازهای خوب را به دست بیارد. خب این را وقت نشان میدهد تا کجا عابد جیبوف برای موفق شدن به این نبرد خود را نشان دهد.
در قسمت نیمه‌نهایی هر نفری که موفق شود به قسمت فینالی می رود و هر نفری که در این رقابت بازیده است یا باخته است البته برای جای سوم گشتین خواهد گرفت. من باور دارم که حالا همدیاران ما در اینجا برای عابد جیبوف هم پهلو هستند و این رقابت برای پهلوان ما خیلی مهم است. ببینید در اینجا بیانمون خم برای انجام عملهایش بسیار بسیار کوشش دارد. عابد جیبوف تازه پهلوانی که به منتخب جمهوری تاجیکستان پیوسته است. این پهلوان ما در گرانپری دوشنبه خوب درخشیده بود و از گشتینش همگان معلومند. مخصوصا عابد جیبوف گشتینی چی راستا گشتینی خوب میگیرد و چی زمین. 25 سال دارد پهلوان ما. شاید در وزن تا 66 کیلو پهلوانی باشد که در راه المپیک هرچند در این راه کوتاه است ولی برای به دست آوردن راحتی بازی های المپیک کوشش کند. هرچند که در این وزن همچنین ما قهرمان جهان جوانان داریم. امام علی نورعلی هم پهلوان شایسته و محبوبی ما در وزن تا 66 کیلو گشتینش دویما شایسته تحسین است ولی امام علی از چی باشد که در گشتین های آخر اونقدر خوب ندارخشید. هرچند که او کارنمایی که در گشتین توجی کرده است ناگفتنی است، یعنی نشان زرین قهرمانی جهان از همه خوب است ولی در راه المپیک حالا امام علی نورعلی قدر موفق نیست. هرچند که در رده‌بندی وزن تا 66 کیلو مقامش از تاجیکستان حالا خوب است. حالا دور رفتن یا کنار رفتن جیبوف این هم با منفیت کار نیست. باید عابد جیبوف در مقابل رقیب قوی ایستد و اگر نه دور رفتن ها رو داوران میبینند و این حالت رو به شیدای نوبتی آورده میرسونند. جیبوف در اجرایش اصول های پای بسیار موفق است. اوچماتا که از جانب بیانموخ بود این را عابد جیبوف آسان برطرف کرد. با آسانی هیچ مشکلی ندارد در مقابل پشت پای عابد جیبوف قوی می شد. بیانموخ با پشت می رفت، دو شانه از زمین می افتید ولی این عمل را از چی باشد که از ادامهش دست کشید. در گالنسکو فاتح محمد بیکوف کنار نشسته است و برای عابد جیبوف مصلحت میدهد همین لحظه رو از دست ندهد و اگر نه همین لحظه از دست رفت پس شانس از دست می رود میگوید. در گشتن جدا البته زیرکی بسیار هم خوب. سر کتف در اینجا با سر آوردن عابد جیبوف حرکت داشت که داور مرکز رو بیانموخ منتظر بود ولی مته نبود. شیدای دویم برای بیانموخ باشد برای گشتین نه. حالا داور خاموش است و حجمه آرامان میگوید. اکنون مبارزه برای به دست آوردن امتیاز اول کی در اینجا موفق می شود؟ بیانموخ پیش قدم میزند ولی عابد جیبوف ما پهلو میافتیم ولی داور مرکز هنوز این پهلو افتیدن ما حالا با پررگی بگذاری نشده است. حالت تکرار رو میبینن. افسوس که ما این حالت رو دیدن نمیتونیم ولی فکر میکنم افتش خطرناک بود برای ما. به هر حال ما منتظر بشویم. اکنون ادامه نبرد است دوستان عزیز. بخیر بود است این افتش ولی باید احتیاط کرد. عابد جیبوف اکنون ادامه
رقابتش را مقابل بیانموخ حریفش بیشتر میکند. آن اکنون اینجا میتواند که در اینجا زامنه را به کار برد. اوبید جیبوف و مربی بیانموخ اشاره دارد که شاگرد من فعال است. حالا با یک شیدا این جفت ادامه نبرد میکنند. شیدای دویم را برای هر دو پهلوان داور مرکز نشان میدهد. دو شیدا دارند در گالدونسکا برای رسیدن به نشان طلایی. او پرتافته که بود، همان پرتاف هنوز هم بحث انگیز است. همون پرتابی که خطرناک، افتیشی که برای ما خطرناک بود، اما را داور اثری نبود. طلبگار است از هیئت کمیسیون داوران تا ببینن که چی بود. فاتح محمد بیکوف طریق دست نشان میدهد که این باز پس گرفته بود ولی اینجا نبود. به هر حال ما میخواهیم که پهلوان خود را فعال ببینیم. ولی چی اشاره می شود از جانب داوران بالایی؟ هنوز قرار نهایی نبرآمده است، در حالی که داور اشاره برای ادامه نبرد کرده بود. منتظر هستم، ما هم منتظر هستیم. من باوری دارم که امروز اوبید جیبوف بله گشتین میگیرد. گشتین خود را برای به دست آوردن امتیاز طلایی در گالدونسکا اکنون نشان میدهد. رقابت با شور و شوق همان ادامه دارد در اینجا. اوه و زر برای ما اکنون ما را در راه قهرمانی یا برای به دست آوردن نشان طلا باز هم دلپر کرد. آفرین، اوبید جیبوف بالاخره توانست که تصدیق از پرتاب بهترین خویش نموده در راه نشان طلایی گردد. مبارک شود. در فینال است اوبید جیبوف. از مغولستان. هر دو پهلوان 4 مرحله حساسی این مسابقات را با موفقانه طی کردند. از میان 28 نفر مدعی اینها به دور فینالی برآمدند. امانا از ژاپن مرحله نهایی رقابت وزن تا 66 کیلو را حکمی میکند. اوبید جیبوف یک چهره در ایام رشد قرار دارد. یون دون پرنلی پهلوان مغولستان را میزبانان بیشتر استقبال گرفته ایستادند. 29 سال دارد. با این سن و سال نگاه نکرده 122 رقابت سامان دادهش هم صحافت ورزشی این چهره را رنگین هم کرده است. در قهرمانی جهان 2 بار برنده مدال برنجی شده بود در ونگریا سال 2021 و در دوحه قطر ماه می سال 2023. تجربه خوب دارد. از گرند اسلم 10 جایزه دارد. 1 طلا، 2 نقره، 7 برنجی. جیبوف احسنش میگویم پهلوان امیدبخش تاجیکستان را که در شهر دوشنبه پهلوان 25 ساله ما خیلی مهارت بالا نشان داد و در گران پری سزاوار زینه اول شد در شهر دوشنبه. ابتدای ماه ایون سال روان در قزاقستان وقتش آمد نکرد و در اولانباتور اشتراکچی مرحله نهایی شد در مسابقات گرند اسلم. این هم در رویداد در صحافت ورزشیش یک رویداد خیلی
беназир маҳсуб меёбад. қадамҳои аввалинаш бисёр ҳам ҷебов коррош хуб шурӯъ кард. бисёр хуб аст, хуш аст забони нови тоҷикӣ. тавсияҳои судманди мураббӣ эргаш маҳмадбеков ки дар самти ҳаракати канори рост суратафзоӣ бисёр хуб аст. ин корро як бори дигар такрор кунед. ҳоло ҳам на пӯшноки хеле муносиб. ин ҳолат ҳам барои фишороварӣ ҷиҳати таслим намудани рақиб бисёр мусоидат мекард. бисёр хуб. ақиб гаштан лозим нест. ҳамин тавр ҳам тавсия воқеан самар меоварад. ҳамин самтро пеша кард, хеле хуб. як ҳуҷуму истифодаи як усулро ҳам ҷолибтар манзур кард, ҳарчанд ки муваффақ нашуд. ҳоло ин раванда ки боке нест. ин агар такрор наёбад ҳеҷ гап нест. лаҳзае ки дифоъ кардан хоҳ нохоҳ маҷбур аст ки аз ин варта худро раҳо созад ба ҳар тавре ки бошад. ҷебо ба маркаба ҳалоки дохила. учиматаи ҳамеша вирди забони шореҳи машҳури мо ҳам учимата. ва акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба лаҳзаҳое ки хеле таърихиян ҳассосанд. дақиқаи сеюми талоши паҳлавони мо дар вазъияти хеле мушкил. метавонад яке ҳаракат кунад, яке акси амалро истифода кунад. ба ҳарду офарин. аҳсан ба ҷебов ки ин вазъиятро раҳо кард. дар партер ҳам таҷрибаи мусобиқа ва тамринҳои бештари замони пешина самар овард. мактаби ҷудои федератсияи Россия ки дар омӯзиши он ҷебов солиёни тӯлонӣ қарор дошт, комилан дигар аст. ҷебов як таваҷҷӯҳ ба ҳамон доштани камарбанду ҳаракати саривақтии худ дар ҳолати рост будан кард. аммо бояд ҳушёр бошад. бале, рост мегӯяд. мураббӣ ҳам тавсияи мушаххас медиҳад ки хеле монда шудааст, бемадор аст. рақиби 30 солаи сафедпӯши паҳлавони мо, варзишгари мизбон. эҳтиёт кардан лозим аст ки наздик шудан хатар ҳам дорад ва ҷои алоҳидаи худро дорад ки дар куҷо наздик шудан лозим аст. берун шуд, паҳлавони мо аз майдон берун шуд, аммо ёндон перенли дидед нодуруст инҷо ҳаракате ки чун мушоҳида кардем ба он замина гузошт ки довар аз ҷопон ба паҳлавони мо муҷозот диҳад, огоҳӣ диҳад. ой, бисёр ҳам пуштноки ҳаракат кардан дар кор. ҳаракати ба маврид, лаҳзаҳое ки хеле самароваранд, фурсате ки дар кор аст. ҳоло як лаҳзае ки буд ворид шуд, бисёр хатар эҷод кард барои Обид Ҷебов. бисёр бемадорӣ ёндон перенли ҳам ба назар мерасад. вақти илова барои дарёфти имтиёзи тиллоӣ. ҷавони 24 солаи тоҷик як ҳаракати дигар мекунад, нашуд. дар аввалин, дар дуюминаш, дар кӯшиши сеюмаш ҳам пӯшнокӣ партофт анҷом додан, акнун натиҷа надод. чӣ бояд кард? дигар роҳро интихоб кард. бале, наздик камарбандро мушаххас наздиктар шудан лозим аст. аллакай бемадор аст рақиби паҳлавони мо. аз ин фурсат хуб истифода кардан мумкин аст. хуб як бори дигар бо таваҷҷӯҳ
худи ҷебу бояд бале аз пушти гиребони ҳариф на наздиктар лозим буд барои хотимаи ин партофте ки мехост кушнокӣ анҷомаш диҳад. наздик ҳаракат аз ҷониби паҳлавони муғулистон аст. эътирозҳо зиёд мешаванд. ҷебов бояд андаке ҳушёртар бошад, худро бисёр ҳам ҷасуру бале қави ирода вонамуд созад. пассив не. аз ин ҳолат ҳам раҳо ёфт. ду кӯшиши варзишгари муғулистонӣ акнун ба қайд гирифта шуд. фикр мекунам дар ин ҷараён довар дидед, ҳамин тавр ҳам шуд. муҷозоти сеюм ва паҳлавони мо аз медали тиллои мусобиқоти гранд-слам маҳрум гардид. ҷои дуюм медали нуқраро гирифт. фикр мекунам ин ҳам дастовард, як муваффақияти шоистаи паҳлавони мо ба ҳисоб меравад. варзишгари муғулистон паҳлавони 30 солаи сафедпӯш аз ҳисоби таҷриба инҷо кори хубро анҷом дода тавонист. Congratulations, gold medal for Mongolia, Yongopereley Bashu. Highlights of this final on the big screen.